شب لایق شوی و کنج صندلی بنشسته شبها مادر پیرم. تو شاید جامه دامادی میدوزی به صد نیت که روزی توی دیده بر قد من بشکنی ارمان. ببینی تا به رنگ نو، به حسن نو جوانیت، به آن دستانی لرزانی شرفمندت بمیرم من. نه یا به چشم کمبینت به جستن چشم سوزن را، بلرزد دست پر جاز تو در قبضه پیری، ولیکن باز میدوزی تو دسترخوان گلدوزی که روزی معرکه در بین مردم آبرو گیری. چه دنیایی است دنیای امید تو؟ ایا مادر، ایا مادر، برون از دیه نرفته ندیدی روی دنیا را؟ به گرد خیش گویا چرخ گشتی زندگی کردی، به گرد روستا دامان گردون گوی چسبیده. تو را بربست از نیت و راه جهانگردی، چی دارد عالمی در خود نهان تو؟ ایا مادر، ایا مادر، خدا گفتی و آیت خواندی و تعبیرها جستی، تو دایم هفتک ماندی به زیر بالش کودک که شاید طفل بیباک و دلیر و قهرمان گردد. دل پیغمبران گنجد درون سینه کوچک، درون کلبه پست نظرناگیر پر از دود. به حکم قرض انسانی جهان را بغنجاندی، شبانگه میرزه تهنا کرده پخت کلچه شیری. سحر فرزندهایت را به میدانها گسیلاندی، شرف انداختی از جانفشانی های فرزندان. ایا مادر، ایا مادر.